هفت چه داره رد کن بیاد. زیاد زور نزن اینجا چونی پول نقد نداره. بازی در نیار چرا نداره؟ آخه گواد دیگه کی پول نقد داره ها؟ خب کارت آبربانک بده. بیاداز گواد اینم آبربانکم براتا. اما گواد من خود رمزشو بلد نیستم. چقدر خیلی که رمزش بلد این زنم که تو مایکروترای رمزش عوض میکنه میگه میری با پولا عرقسگی میخوری و خرج زن خرابام. موبایلت آبربانک داره؟ موبایلم شارژ نداره بازیدم حرفی زدم تو ممکن. رمز کیف پولت بلد نیستی؟ شارژ نداره مسترم. خدا بلد یادت گواد شماره موبایل من بلد نیست. تو سرایتی بلد نیستی؟ حشیش مغز نذاشته برم. باید بری پاسپورت ریست کنیم. آسا دمت گرم به ناموست خود دیگه ردیفش کن. نه خب باشه پاسپورت فراموش کرد. آراسه. خب ایمیل داری ایمیل؟ آراسه. ایمیل واسیه؟ یادداشت کن تو شرف میای گاه خوردم زن گرفتم عرقسگی با دختران زیاد @gmail.com. خب پاسپورت چیه؟ مستراب. پاسپورتت مسترابه؟ میگم مستراب یادم ره. هستم نمیزنی؟ فکر کنم عرقسگی 54 80 و 20. این نیست. خب ببینه تو شرف مادرت 85 50 و 20. نه دای قلم اینم نیست. خب ببینه تو شرف پلیسای گواد آمریکا 54 28. ساب کن و بذار ایمیل جدید درست کنیم. دوست داری ایمیل جدید چی باشه؟ بزن عرقسگی. خب یه چیز دیگه بزن. سعی به یاد موندنیه یادم نمیره. میخوای دختران زیاد در باغ بزرگ بذار. نمیدونم اصلا ولش کن. به ناموس دو تا عرق دیگه بخرم. به خدا خیلی وقت دزدی نکردم پول ندارم دیگه. یه پاکت مگنا بگی. به خدا همین پولا باید بیمه مادرم. میخوای ثبت نامت کنم اسنپ؟ خب ماشین نداره. خودم میدوزم برم. مادرم دوست نداره اسنپ بشم. واسه برم مادرتم چند تا کار خوب سراغ دارم. یکیش اینه که جنس جابجا کنه. اون یکیه اون روم نمیشه بگم ها. تو رو خدا بذار برم دیگه. واسه خواهی کمرام داشته باش بمون کارمون را بنداز. بیا درست شد با فیز سیکن. آره این اینستاگرام و تلگرام با واتساپ و آبربانکت همش درست شد. بذار برم دیگه. په یوتیوب آره XXL آره هست. پورنهاب آره ناموسم فردا بیا محورمون رو تنظیم کن. واسه به شرفت شمارتم بده. بذار برم گو خود. میگم تو بدنت سالمه ورزش میکنه. آره بدن فاخم. تو که بدنت سالمه من یکی از کلیه‌ام درد میکنه. بیا مرام بذار یکی از کلیه‌هاتو بهم بده. دمت گرم. دستم باله. خدا شکرت. چرا خدا شکر؟ خیلی به موقع بود. اسکنی؟ نه واسه پنچته؟ نه فقط امروزم پول عرق و سیگار و اینا نداشتم. خدا رسوندت. میگم میتونی رمزه موبایل باز کنی ها؟ الان شناختمه. تو دای غلامی رفیقم بدبخت شد داره دیالیز میشه. گدا شدن. مادرش هر روز نفرینت میکنه.